دو تا دندون اینجا. آفرین. امروز متوجه شدم. در اومدن یه زنگ زدم به رفیقم، گفتم اگه امکانش هست و میتونی بیا کمکم یه گوسفند بگیریم و یه نظر انجام بدیم. گفت باشه، ازش گفتم یه مقدار قابلمه‌ای و ظرف کردم غذا من میارم. بابا جیم دست اینو خود دست بابا دست بابا حالا من میگم من خواستم راجع به موضوع باید صحبت کنم. چه موضوعی؟ راجع به ساختمون که با هم صحبت کردیم. درست. حالا صحبت کردیم چه مقدار پول باید من به شما بدم برای طبقه بالا. ازادی هم می‌خوای درست کنی بیا درست اشکال نداره. ما که دیگه شناخت کامل رو شما داریم. همه چیزام پول نمیشه. من بخوام بیام اینجا وقت نمی‌کنم که بیام بالا سر کارگرا و استادا اینا باشم. ازت خواستم که یه وقت از اون داغی یه ذره. بابا اما جوری که به ساختمون خودم رسیدگی کردم از ساختمون شما هم رسیدگی میکنم. من تا اینجا رسیدم کلا خودم نبودم، واقعا بیشتر این کارا رو مدیون شما هستم. با وظیفه بود. بابا بیشتر از راه دادت بشی تا برام آبی سکو ازم خدا میدوره درست بشی بابا سکو عزیزم بیا من تنها با صحبت کنم وقت داشته بود. من وقت واسه صحبت شنیدن شما را یا وقت نجران ده چند دقیقه بعد گفتم که وقت ندارم با شما رو یه دیگه الان این رو سری باید بشم. من هر باری که به شما تکرار میکنم قبل از اینکه وارد خونه بشید در بزن اجازه بگیر، این خیالتون نیست. خودت فکر نمی‌کنید یه دیر شده؟ دو نشدی بیایید یه پارسا دارم ببرید. من شرمنده نمیتونم. کسی هم هست یه حرفای شما وجدتو باور کنه؟ حالا گیریم کسی باشه، اون کس من نیستم. یه پارسا ببرید ما تایی بچ بشیم میگیم. من بیش از 100 بار بهش فرصت دادم. بیش از 100 بار مقصر نبودم ولی معذرت خواهی کردم. تو اینو نمیشه دونم. نه نمیدونم. اگه میدونستی حال روزت هم بود. الان واقعا فهمیدم چه اشتباه کردم. اگه یه پارسا دادم میره تو چی موضوع اشتباه کردم؟ میخوام هر جا بله؟ من برگردم. یک دو خودم من الان فهمیدم چه کاری کردم. من بعد اینکه تا دنیا باشم مریض بودم. دنبالی. تا چند بارم رفتم تا دکتر ریس کاری نداشت. اما تو سب. الان مریاتی سیرم من میگه گفتم حق میخوام. الان مریا همه چی میکرده دارم. بخیر زن میسونی هیچ مشکلی باید ندارم. فقط تا تبی چی لازم. من نمیتونم قبول کنم. بهت فرصت دادم. من میره دیگه باید حالا نگرام در یه جایی میرم. برو بیرون، من نمیخوام اینجا برو. خود دارم چه اشتباه شد. حالا من میره چه فرصت دارم. برو بیرون، الان رفیقت از خونه انداختت بیرون، یه جایی نداری بری. دوباره اومدی منو گول بزنی. من دیگه گول شما رو نمیخوام. من خواهم بریسم من بیرون. بیدفعه دفعه باشو بهت بگم. صحبتایی که حجت هر بار می‌کردم من شما بیاد تکرار. بابشی. بابا بلند نخوزم. تا برای نمیشو. هر دو خبره زین و با هر
کاری بود بعد اجازه بدید من دادم از خبر زنم بسو هیچ کاری ندارم یه من یارو میدونه بابا فقط یه فرصت دوام میده میگم من نمیتونم حالا تو پشت تا بخوام تو اومدی نمیتونم شما هیچ راهی واسه برگشت نذاشتی همه کلای پشت سرتو خراب کردی همه حرفو زدی همه بی احترامی رو کردی به نظر شما میشه بخشید فرصت ببره ببین تا حالا تونستم بچه رو ازشون نگهداری کنم از این به بعدش هم میتونم میگم ما با زندگی هیچ مشکلی ندارم خیلی زن سونی خبرت دور بود فقط میخوام تلویزیون رو واسم همون شاید من دوست داشته باشم شاید من دوست داشته باشم خانومیش تو خونمه به بس 10 بار خانم سلیمانی از اون سر 300 400 کیلومتر راه میافتاد میومد اینجا که با شما صحبت کنه ببین کارت اشتباهه گذشت کن ولی نه فکر می‌کردی کی هستی فکر می‌کردی با این کارات می‌خواد چی رو ثابت کنی من اگه اشتباه شده الان نیازی نیست چیزی بیاری میخوام فهمم چه الان من میرم با یه فرصت دارم فرصت من نمیتونم به کسی بدم می‌کنی با یه معذرت خواهی میشه همه کارو درست کرد نمیشه من دوران کنم من بیش از 100 بار بهت گفتم بعد از شما هیچی نمیتونه واسه اینا مادری کنه ول کن حاجتو ولی قبول نکردی که میگم الان فهمیدم الان دارم چه کاری الان دیگه دیره حتی فرصت ببرین فرصت من چرا فرصت بدم دلیل نداره من میخوام فرصت بدم میده تابستون فکر دلیلش ببین اینا رو بهونه نکن بچه‌ها رو بهونه نکن بعدش هم شما اگه قرار باشه زندگی کنی میگی به خاطر خودم نه به خاطر بچه‌ها بچه‌ها فردا از پیش شما میرن هدف منظور چیز دیگه ایه با یه راهی میخوای بچه‌ها رو از من بگیری هیچ کاری الان نگم بتونم بگم میبرم نمیدم که بخوای ببری تو خواهی که میگم سوال زندگی متعذی برسی بگو من نمیتونم کاری ازت نه نارم نمیتونم 10 بار شما گفتی من این کاری کار حجت ندارم به محضی که من حجت انداختم زندان به نظر من مادرش باید تلاش کنه واسه بچه‌ش نه خواهرش تو خودت داشتی زندگی خودت انجام میدادی من فرصت ساختی فرصت ده و ما یه بار سرش ولی مطمئن بود که ای بار با اون قرار دید و دقیقا بخاطر این خواب اتفاق من بخاطر این بچه‌ها بهت فرصت داده بودم الان بخاطر این بچه‌ها دارم سفید میکنم میگم نه چون شما به درد زندگی کردن با من نمی‌خوری شما تا الان نشده هر کاری که من میکنم جوابش یه تشکر باشه همه‌شو یه جوری رفتار می‌کردی فکر می‌کردی من وظیفه‌مو دارم این کارو انجام میدم با اون پولی که شما گرفتی گفتی من می‌خوام خونه درست کنم برای بچه‌ها چیکار کردم ولی ببین من چیکار کردم حالا هیچ کاری نشه با ایاره میدم آقا خبر جدا ساز تو ماما اوکی ها اوکی اشتباه کردم هلا چیه بابا من اعتماد به شما ندارم مجبورم از بیرون در قفل کنم آقا بیاد من زن آقا دستی
بحثی هستی البته چند تا بودیم؟ 300 یه بس شما 300 بالا دور چنده؟ 380 اونجا بقید خیلی جازی؟ خدمت خداحافظ. اوان موفق باشید. Sen doidai, e certo è andato, se sei no Anjao 26 26 کیلو خالص. چقدر میشه اضافه تا بزن که ماشین اضافه چقدر؟ درون مرا کیلو 500 نه پایین نیه 500 خب ایدش خیلی اکنومه 20 میلیون 10 تمه 13 خدا شد چقدر بزن؟ 200 تو خوبه؟ آبستان نیست؟ نه اصله حکی شده اینو برام بیار بدن شو باسم من پیر نباشه شیشک سلام خوبی؟ کسی داره آره نه دقیقا چیکار کنیم الان؟ یه گوسفند سجوریه کجا باید کارش انجام بدیم و همینجا ببین اگه جا خوب هست همینجا غذا درست کن اینجا یکم خاک باد بیاد خاک کسی باید داخل غذا چیزا درست کن برنج هم داخل درست خورش اون بر برنج بر خب تو این سالا یا این بر یا تو زمین هم سالا اون بر برنج پخت می‌کنی می‌خواستی خورش هم داخل باش نظر چند تا قرص میتونیم پخش کنیم بین مردم پس من یه 200 تا ظرف گرفتم حالا ان شاءالله اضافه‌ش هم واسه لحظه بعد دوتاشو خالی کنم امید؟ دوتا برنج؟
ازاد شما زخاره بشو. من خودم میتونستم از پس این کارم برمیاد. کیسه بعدیش هم داره باز می‌کنی؟ امید بذار دوتاشو تو همین خالی کنم بشو. دو تا بریم تو همین خالی کنم بشو. نه یک بادا کنم یکی دفعه همه رو شورشو تنظیم کن دیگه من کمش شورش میشه هم رو داخل نید؟ آره نمیشه رو داخلش دو تا سر داخلش و خیلی سری میشم دو سر اینجا هر کدوم این شوری تمام؟ اینجا رو؟ آره یک شوریست همین کارتون رو بگی فردا کلاس دارم نمیتونم بیام اینجا اگه میتونی برو مسائل فروشی چند مسائل خریداری کن برای طبقه بالا فردا؟ آره فردا چنده؟ 8 9 حاضر باش نسوزی آنمت هم راضی به جریان خودت و فاطمه خانم زیادی ناراحت نباش خیلی هستن که با هم ازدواج میکنن بعد طلاق میگیرن بعدا به خاطر بچه‌هاشون برمیگردن سر زندگیشون من بیش از چند بار بهش فرصت دادم و این نخواست نه من نه بچه‌ها هیچ کدوم دوست نداشتم من که نمیتونم هر باره ببخشم من یه پیشنهاد بهت میدم چم فکر کن با خانوادت هم صحبت کن این تصمیم اونا چیه بیا پاشو دیوار بگیر بیش از 2 ساعت اینجا موندی برو دیگه بدن آقا چی بیا برو بیرون بهت میگم دوباره چه نقشه‌ای تو سرت داری؟ چه نقشه‌ای تو سرت داری؟ من و زندگی منو به بازی گرفتی گل خرنا الان تو دیروز تو در خونه مادر من داد و بیداد می‌کردی الان فهمیدی؟ تو یه روز دو روز همه چیز برعکس شد خودت باور میکنی؟ بابا من که ازم انا خود راشتی وقتا خونی بریم کسی که نقشه میکشه لازم نیست با کسی باشه دیگه وقتی فرصت لهم بده یا یک فرصت سرش الان دیگه ما از هم جدا شدیم موقعی که بهت فرصت میدادم میتونستی جبران کنی الان که دیگه ما از هم جدا شدیم دیر فهمیدی الان درسته چه دیرو بیرونی باید فرصت نمیتونم دوباره یه نظری بشین اما این نظری درست کنیم عزیزم بشی عزیزم بشی ایران باشه بداخل بیا دکتر حرکت حرکت بابا حرکت حامد آقا حامد هر چیزی لازم داری بگو که بیارم از داخل آتیش روشن نکنیم؟ آتیش هم برده کنیم
نبودم ولی هر بار دیگه برای حالا یه دست گل میگرفتم توی میرفتم از دل در می‌آوردم. این اواخر خیلی داشت اعصابم خوب شاید مثلا مؤثر باشه. شاید هم مثلا رفته یه فهمیده که چه خبر زندگی چجوریه دوباره پشیمون شده. ما چند جلسه بعد میرفتیم مشاوره من میرفتم اون نمیومد. خب مشکل همینجا بود. نه رفتیم مشاوره یه میرفتیم مشاوره می‌کنیم. نتیجه این کار نمی‌شه. حالا فکرات رو بکن شاید این پشیمون شده باشه شاید بتونی زندگی به خاطر بچه‌هاست. ما نمی‌دونیم تو زندگی تو چجوریه ولی خب هرچی خودت سلام بدی یه مشورتی بکن فکر کن قشنگ واقعا اگه پشیمون شده یه توادنامه ازش میتونم باز خودم بازرسی دست و اینو برادرش داشتون بذار من اینا رو واسه دو تا خونه که پایینه ببرم شما اگه تونستی خودت هم برین برید اصلا اول این غذا رو بده به خانم سابقه نغزه این چسب رو بده من یه دونش برای خود یه دونش هم بده به رفیقت میخوام ازان ودی زانه راش خان رو یعنی چی جایی نمیری؟ میرم ما از هم جدا شدیم میفهمی؟ من نمیخوام تو خونم بمونی